یکی دیگه از آثاری که در اون به پرچم شاهین یا هما اشاره شده در کتابی به نام سفر جنگی کوروش از گزنفون است. داستان از این ماجرا است که وقتی اردشیر دوم به حکومت میرسه، داداش نرخرش میگه ول کن دیگه، چرا تو شاه بشی اما من نشم؟ مثلا چشات رنگی یا خون رنگی تره؟ خلاصه رفقا، این داداش شورشی که در تاریخ به اسمال کوروش یا همون کوروش کوچیکه معروف شده، حسابی گرد و خاک به پا میکنه و 10,000 مزدور یونانی اجیر میکنه که یه خم داداشه رو بگیره. از قضا این آقای گزنفون تو ارتش کوروش کوچیکه بوده. گزنفون در شرح جریان یکی از نبردها میگه سربازهای یونانی تونستن پرچم شاه که مثل پرچم کوروش تندیسی از شاهینی به جنس طلا با بالهای افراشته بوده رو ببینن. علاوه بر این گزارش ها برخی از اشیاء تاریخی کشف شده دقیقاً دارای همین مشخصات هست. یکی از